ممثلین عزیز میگن وقتی پانتون داخل میشیم ریش نگاه داشتیم، یکی صدا میکنه داعشی صاحب خوش آمدین، به به داعش اومده. یکی دیگه باز القاعده میگه، یکی صوفی صاحب میگه، یکی ملا صاحب میگه، یکی شیخ صاحب میگه. ای مسلمان، این سنت طالبه، این سنت داعشه، این سنت آقا و شیخ یا سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ پیامبر تو کیست؟ ملا پیامبر تو است معاذالله؟ تو حال محمد صلی الله علیه و سلم رو به حیث پیامبر خود نشناختی؟ تبلیغات و دعوت کفر منظورش این نیست که تو ریشه کل کنی، منظور است که منکر سنت شی. چی میگه؟ به همه تاپوها اگر ریشه نگاه داشتی باز طالب و داعش القاعده شدی، رفیع دین کردی، وهابی و سلفی شدی.